رسول اقدس صلی الله علیه و سلم این جمله را 3 بار تکرار نمودند: والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو. یعنی قسم به خدا مسلمان نیست، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد. شخصی از میان پرسید: یا رسول الله، قربانتان چی کسی مسلمان نیست؟ چی کسی به الله ایمان ندارد؟ رسول اقدس صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که همسایه‌اش از دست از او در امان نباشد، اذیتش به همسایه برسد، این شخص مسلمان نیست و به الله ایمان ندارد. سبحان الله. بله عزیزان، متاسفانه خیلی ها از حقوق همسایه بیخبرند، از احوال آنها بیخبرند، حقوق همسایه را رعایت نمی کنند، اذیتشان به همسایه می رسد. شب را با شکم سیر می گذراند در حالی که همسایه‌اش با شکم گرسنه خوابیده است و از جمله امت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم نیست. پس چه زیباست که حقوق همسایه را رعایت بکنیم، نیکی بکنیم در حقشان و اذیتمان هم نرسد، تا باشد ایمانی به الله و مسلمان کامل باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.